با نام خدا یاد خدا. سلام دوستان عزیز. اینک ما سفر نوبتی ما با یکی از شهرهای دیگری فرانسه آغاز گشته شده است انشاءالله با ذکر خدا و میریم داخل شهر و ببینیم که در مرکز شهر یا در چهار بغل شهر چه چیزا هست برای دیدن، برای تماشا. انشاءالله همه اینا رو ما بنوار میکشیم و بهرشون پیشکش میکنیم. دوستان ببینیم ما در یکی از کوچه ها و خیابان های شهر کلرمون فیغان هستیم و میریم طرف مرکز و ببینیم که چه چیزا پیدا میتونیم. دیگه با ما باشین دوستان عزیز. دیگه انا گفتن امانت به کانال ما سر بزنید، کانال ما را سابسکرایب کنید، به کانال ما ابونه شوید و زنگوله بیل را برای همیشگی فعال بسازید تا که بیننده برنامه آینده ما گردید. دیگه بریم یک جای شهر را تماشا کنیم. دوستان عزیز از طرف دست چپ ما در این شهر تراموای هم بده است. تراموای اتوبوس، یعنی که نیمش اتوبوس نیمش تراموای، یعنی یک ریلسی آهنی داره و دو تا بالون که مثلا حرکت میکنه. این هم گفتی گپو که در اینجا تراموای چی میگن، اتوبوس میگن. خب دوستان عزیز اگر در متوجه شده باشین رو بروی ما یک کاتدرال یا صبور صبور سیاه دیده می شود، یکی از صبورهایی که خیلی مشهور است و چنانچه در برنامه های قبلی گفتیم تمام صلیبی که زیدی مسلمان ها جنگ میکردن در همین جمع شدن و رفتن طرفی فلسطین قدس. از اینجا گفتی که جمع شبیه از اینجا سر شده است که شما در نوارهای خود میبینید. و این هم دیگه کوچه و خیابان های شهری کلرمون فیغان. هم دیگه کوچه های شهری کلرمون فیغان. شهره که مثلا تازه بود است، رنگ دوشنبه چهار طرفش که های مابین شهر. وقتی که وارد اینجا شدیم ما گفتیم که با حسیاتی در دوشنبه بودن در سر مزد فکر کنیم که دوشنبه ما هستیم. ای طرف های وحدت و ای طرف های باختر نمیفهمم، ای طرف های حصار همه حسیات در سر مزد. خیلی شهری گفتی که تازه. دوستان عزیز سلام دوباره. ما اینا فعلا قرار داریم در مرکز شهر کلرمون فیغان. این هم کوچه های مرکزی شهر. و دوستان چون که از این مردم پرسیم چه نام شهر کلرمون فیغان دارن، اصلا یا هر دش در وقتش دو پاچا بسند نکش کلرمون نتاش فیغان یا بین خود دویم جنگ میکنه بسن برای تریتوریا. باید کدام شوهی دیگه شو نمیفهم دایود میست یک شوی دیگه میه هر دیوار کراچی آشتی میدارن و این شهر هم میمونن کلرمون فیغان و پیدایش اینا می شهر همینجا سر میشه. چون گفتیم همون اتوبوس تراموای. خب ما میریم نصیب باشه طرف های مرکز شهر که بینیم در جای مرکز چه چیزهای دیدنی داره. یگان موزه بود، یگان آثارخانه بود، یگان چی دیگه بود. انشالله تماشا میکنیم، میدونیم تماشا میکنیم. و نگفتن امانت امروز هوا خیلی هم بارانی هم هست در این شهر. خنک هم هست، بارانی همی که هرچه برف نیست. این مرکز شهری کلرمون فیغان. اینا بینید دوستان اینجا که جای فانتانا اینه که خیلی واسه زمستونه کار نمیکنه. این هم کدام مجسمه کدام قهرمانی فرانسه و این هم پلاشارکایی که هم میدان یا پلاشار. خیلی جای گفتی که خود دیدنی و زیبا. و این طرف هم کدام کلیسا یا چی بوده. خیلی شهره که زیبا و تازه و دیدنی. خیلی گردشگر یا توریست در این شهر هم خیلی زیاد دیده می شود. ما چند شهر گفتی که سر خوردیم با زبان های مختلف گم زدن. خب بریم دیگه دوستان دیگه طرف ببینیم چی گپه. با ما باشید. دوستان عزیز ساختمان را ببینید. در پیش ساختمان گفتی که پایین فواره ها یا که فانتانا هستن
و جالبی دیگه است که در زیر فانتن ایستگاهی چی میگم پارکینگ ماشینا و اون لیفت به خاطر آدمایی که معیوبن و لیفت شای. ببینید دوستان خیلی گفتی گپا فواره های کلان هم هستن زیاده 1 2 3 4 5 6 دفعه فواره کلان های. جالبیش دیگه که در زیرش با پارکینگ ماشینا های. بچه خوی من هم در اینجا تماشا آمدم. این طرف ببینید دوستان عزیز دیگه کوچه ها خیلی کوچه های تازه و آزاده و منظم. اون طرف ببین کوهستانی های چونش بیشتر گفتیم رنگ دوشنبه خمونای 4 طرفش کوه های شهر کلیغمان فیغانه. یه هم ایستگاه های تراموای، ترالیبوس، اتوبوس. این هم همون پلاش شده گفتگیم. این هم کدام مجسمه ای است قهرمانی فرانسه در اینجا ساخته شده و با نمایش گذاشته شده است. طرف ببینید دوستان دکتر سلام دوستان عزیز، من حکیمی هستم از فرانسه. دوستان عزیز امروز ما به یکی از شهرهای خوب و زیبا و دیدنی دیگری فرانسه سفر کردم با همراه کودکان و نصیب باشه میریم این شهر نزدیک ببینیم چی چیزها داره برای تماشا و با ما بمانید. میدان‌های مرکزی شهر که 4 طرف ما ساختمان‌ها و تمامی چیزهای شهر اینجا واقع شده است و ان شاء الله ما میریم بسیار جالب شه سیامکم میکنیم و بحرش رو پیشکش میکنیم. عزیز بازم سلام. ما به یکی از گالری‌های شهر کلیغمان فیغان اومدیم و نصیب باشه میریم یک اتاج جای همین چیز کم ده بریم دیم اتاج ببینیم لباسا بده یا نه بفهم چی می‌خواستم ببینیم چی چیزا داره ان شاء الله برنامه رو بکشیم. ما بیمونیم دوستان. این دیم اتاج جای لباسا بوده با گفت خودشو که تخفیف خورده است 40% 40% انا دیگه و این طرف هم دیگه چیزا دیگه قیمت اینجا گالری بوده مرکز های میگم هم چون میخواد مباره همه چیز قیمت گرچنده ارزون هم کردم با گفتی گپا دیگه با همون خاطر هم 39 قیمت 40% نه ارزون کرده است. این فرمای تومی بوده. این خیلی گپا بریم 3 اتاج. این همون گالری گفتیم گالری مرکز شهری کلیغمان فیغان. دوستانی عزیز ما گالری برو اومدیم با دیگه گالری هم میریم دیگه مرکز سودا. اینجا چه فانتزی زیبا هم هست دیگه میریم این مغازه های برند جهانی در اینجا گفتی گفت واقع شدن و اگر مونم داخل سیام کردن سیام کم میکنن مونم به خاطر بعضی جاها ممکن هست بعضی جاش ممکن نیست و اینا ما وارد میشیم و گفتی گفت کی گالری دیم. خب هر قدمی اول لباس ها اینجا مغازه لباس ها های پرکاب نمیفهم دیگه. این طرف چه مثلا خانگی برای بانیا و خلطی بانیا و بعد صابون و شامپون و چیزا. این طرف بلانژری یا که همون چی میگیم خدمون
همین جای بلوچکا و پیچین همین چیزا. این طرف هم مغازه سمکا. خب این هم گالری دیگر شهر کلغمان فقط. و با ما بیمانید بستان و میریم از اکثر تماشا میکنیم. شاید بعضی هم مغازه در تویسان باشند اما ما فعلا نمیدونم. کسانی که میدونن که در تویسان کدام این مغازه هستن بنویسن زیر کامنتاری زیر ویدیو. تو 50% تخفیف شده از مغازه ها. ایش 40%، اوش 50%، ایش هم 50%. خب میریم دیگه طرف های گالریه. دوستان عزیز چیز جالب گفتم دیدم که شما هم یک تماشا کنید. اینا ببینید خیلی زیبا هم هستن. دکوراسیا کرده است. این هم گفتی گپا که دیم اتاجی همون گالری که پیشتر ما بالا شدیم. و دوستان در اینجا یک مغازه سپورت های تا 60% تخفیف کرده است. تمام لباس ها در اینجا اچرا داره. همه آدم بسیاره که میگه در اومدنش خیلی مشکل هم است. و در اومدنش که به هر صورت خریدنش مشکله چون برای یک چیز بسیار نیست در چی. خب میریم دیگه طرف. یک چیز جالب دیگه را ببینید دوستان. این هم یک دکور دیگه یا که دکوراسیا دیگه در همین گالری خیلی زیبا هم است. این در مرکزی دیگه پو گالری دوستان مقصد ما از اومدن این گالری بود که شما یک بار حال و هوا و مغازین های فرانسه عموما با خبر شوین. گرچنده که در همه جای مغازین ها هستند دیگه که شخصا موقع انترسواتش ندارم اما به هر حال برای یک معلومات پیدا کردن بهر شما نوار بکشم شما هم ببینید. این طرف هم مغازه شکلات هست. ما بیرون میریم و بریم یک جای دیدنی بابی دیگر را سیامکا کنیم و خوبتر را بفکرم چیم گالری هم. خب این طرف هم دیگه مغازه. خب مغازه خیلی زیادند اینجا دیگه میریم بیرون. دوستان ما دیگه از چی میبریم طرف بیرون اینم برو آمدیم و میریم دیگه طرف های شهر. این طرف بیش خیلی زیبا هم هست کوچه ها. و هم دیگه ساختمان های دیگر شهر. این هم دیگه طرف های شهر از دیگه سمت. میخوایم که در تراموای اتوبوسی شهر کلغمان سوار شیم که ببینیم چگونه از داخلش یا که چگونه هوا داره. و جالبی در چی است که روزهای شنبه و یک شنبه در ترانسپورت شهر کلغمان به پول بدهیم. بریم با هم تماشا کنیم ببینیم دوستان عزیز. دوستان ما وارد اتوبوس تراموای شدیم و میریم دیگه طرف‌های شهر. خب ببینیم انسان خیلی چی ساز بوده چی میگن کامفورت ساز بوده درونش. هم دیگه طرف‌های شهر. عزیز ترانسپورت های شهری کلغمان فقط. دوستان عزیز چنانچه پیشتر هم گفتیم ما در شهر کلغمان قرار داریم و چی میگن سیاحتی ما که سفری ما در این شهر ترانزیتی ما بریم دیگه شهرها ان شاء الله باز در جریان برنامه ها خواهید دید. و اینجا رسیدیم به فرجام برنامه. این هم کم معلومات گشت گذاری ما در شهر کلغمان فقط فرانسه.